ای بندگان نیک الله، سلام بندگان نیک الله و بودنهایتان الحمدلله. برای یک کلام پرمحبت فزودنهایتان الحمدلله. برای لحظه فارغ ز تشویش نمودنهایتان الحمدلله. با بدیده از دلها غبار ربودنهایتان الحمدلله. به دیدنهایتان برنامه ما، شنیدنهایتان الحمدلله. برای زندگی را قدر کرده ستودنهایتان الحمدلله. سلام ای بندگان نیک الله و بودنهایتان الحمدلله. شکر پروردگار عظیم و شان که امروز باز هم میسرمان گردانید که دیده به دیدار یکدیگر رسیدیم. دانی که چیست دولت؟ دیدار یار دیدن. شما را نمیدانم اما من به همین برنامه عادت کردم، یاد میکردگی شدم. هر روز وارد شبکه یوتیوبی میشوم و میشمارم چند نفر دیگر تماشا کردند، چند نفر دیگر لایک را پخش کردند، چند نفر حتی دیزلایک را یعنی پسندشان نیست قبول، و چند نفر فکرشان را نوشتند، خواه با محبت، خواه با ممنونیت، خواه با قباحت، هر چی که نوشتند. مهم این که توجه ظاهر کردند. تشکر این که وقت پرقیمت خود را جدا کردند. بینندگان عزیز و عالی قدر شبکه پیام تیوی، برنامه پرنده های مهاجر است. بسیار در برنامه ها وصف زن را گفتیم، قدر دعای مادر را گفتیم، در یاد دادا گفتیم و پدر جان ها را یاد کردیم، پاسی آیله گفتیم و تا چه اندازه مقدس بودن ستون خانواده را، همین آیله را ترنم کردیم. اسراف گفتیم، مادیات اسراف شد گفتیم، جهاز اسراف شد گفتیم، آذوقه اسراف شد گفتیم. اما یک چیز از خاطرمان برآمده است، جان غنیمت انسان هم اسراف شده ایستاده است، عمر عزیز هم. راستی در این موضوع حرف زدن یک کمی آدم را غمگین میکند، مایوس میکند. چون همین روز خواستم آمادگی بینم به برنامه، یک چند مراتبه استای دلگریسته گرفتم. پیش نظرم آمد جوانهایی که کولباری غریبی پشتاره میکنند، جامدانها را پر از لباس میکنند، مادر طعام پخته جایگیر میکند آنجا، میبرایند به سفر و فقط خداوند میداند که بر میگردند یا نه. خداوند در وجود انسان شادی، سرور، محبت، منتداری، شکرگزاری و با برابری همین غم، اندوه، مایوسی، آشفتگی، آزرده خاطری، این همه را هم جاگزین کرده است. و گاه در خزینه لغوی سرهای ما آنقدر کلمه ها نمی رسند که آنچه در دلمان داریم عیناً گفته توانیم. ما هم با اینقدر خود را گردن گرفتن ها بعضا می شود که آنچه در دلمان هست درست ابراز کرده نمی توانیم. نمی رسند کلمه ها تا که احساس خود را، تا که این همه اندوهگین بودنمان را از مرگ آن نوجوانانی که نانکابه می روند، کارکابه می روند، رزق و روزی دریافتن و بر وطن کشاندن می روند، مثل مورچه‌کان زحمتکش، اما به پا می روند و خیلی که امروز برنامه را نامگذاری کردیم بسر می آرندشان. برای پاس خاطره اینها گفته توانیم، اندوه همان را ابراز کرده توانیم. قبلا تسنا می خوانم بر مادر جان هایی که تحمل کردند. زندگی چون بر سر افتاده است، به دل چاره چیست؟ شاد باید زیستن، ناشاد باید زیستن. قبل از همه باید هر یک انسان درک کند که یکون چیز در دنیا از آن خود او نیست.
جانش هم امانت خداوند، فرزندانش هم امانت خداوند، فرزندش، پسرش، شوهرش، هر چیزی که دارد امانت است و دارایی هرگز از خود انسان نیست. و چون همین چیز را احساس میکند انسان، آهسته آهسته غمش سبکتر شده می رود. امروز در برنامه، چون برنامه های قبلی باز هم شعرکی آماده کردم و برای شما با یک اندوه میخونم، چون که شعر پر از اندوه گران است. شعر برای نفرانی که کلبار غریبی بر دوش گرفتند و رفتند و برنگشتند. حالیا خیلی گفتم برنامه آغاز نشده، پیش نظرم گریه کردن شستگی مادر جانها، کلمه روسیه، مهاجر، غریبی را شنیده وجودشان را سردی فرا می گرفتگی مادر جانها، همراه 3-4 نفر فرزندکان نام بیوگی را برداشتن شستگی عروسکان، 2-3 ماه عروسی دیده سیاه پوشیدگی کلینچاک ها، دادر دامادی را از دست دادگی خواهرکان آمدند. پیش نظرم یک جلوه کردند و چهره مایوسی آنها را اول تصور کردم و بعد همین شعرکی را برایشان قلمداد کردم. میخوانم. جوانی در جوانی به نصیبه، شده بیمار و نادیده طبیبه، دریغ جان قبرستان قریبه، به پا رفت و به سر آمد غریبه. قدی بالای و دنیای هوس داشت، جمال نورداری چشم رس داشت، هزاران آرزو در هر نفس داشت، به پا رفت و به سر آمد غریبه. خماری می شود دل در تماسش، سلامش، احترامش، پرسپاسش، دریغ قسمت حق ناشناسش، به پا رفت و به سر آمد غریبه. بنیت مادر صندوق داره، نموده جمع چندین کرتواره، خیالش بود بند خواستگاره، به پا رفت و به سر آمد غریبه. چی باشد علت این سرنگونش، که آورده به احوال کنونش، خدا میداند از حال زبانش، به پا رفت و به سر آمد غریبه. بهار آمد، زمین نمناک گشته، زباران باری ها کاواک گشته، جوان داماد زیر خاک گشته، به پا رفت و به سر آمد غریبه. خداوند جای شهیدان را، جای به سر آمده و زیر خاک جا شده ها را بهشتیان برسریشت کرده باشد. از این دنیای روشن که روشنی کم دیدند، در آن دنیا روشنی بهشت و نصیبشان باشد. گفته یک بار دست دعا بردارید. بیایید اکنون برای پاسی خاطر همین غورمرگان امروز برنامه را بخشیده میگذرانیم، همراه شما میگذرانیم. البته شاید کم باشند، من امید دارم، من نیت میکنم که در بینتان کم باشند، آرزو دارم که کم باشند نفرانی که عزیزانشان را در مهاجرت، در غریبی ها، در سردی ها و سختی ها گم کرده باشند. میدانید وقتا کلینچه که همسرش به روسیه رفت، در برنامه های پیشین شوهرم زنگ گرفت، شوهرم رفت نه اومد، شوهرم پول نفرستاد، گفته آها و ویلا و گریه هم کردند.
اما دنیا با امید است یک روز بر میگردند. از جان نابرآمده امید میگویند یک روز بر میگردند. هیچ نبیایند، روزی میآیند اقلا در دم پیری همراه پیریتان میشوند. در یک کنج خانه نشسته جان گرم همراه صحبت میکنید، اما نفرانی که گم کردند و امیدشان را کندند دیگر علاجی ندارند. تا هنوزم بسیارند مادر جانهایی که تریزه خانهشان را زمستان و بهار نیمراغ میمانند. مبادا دروازه کشاده شود و نادیده مانم یکی فرزندم بیاید میگویند. بعضا مادر باور نمی کند که فرزند بالا بلندش از دنیا گذشته است. امید می کند. تا هنوزم شب و روز دروازه حوله را قلف نکرده می خوابیدگی مادر جانها هستند. مادران تا حال می پایند راه اسکران، آخرین امید این امیدواران زنده باد. این بیت یک شاعر نامدار بود. خب پیوسته زنگ زده ایستادند، علاقه شاید گفتنی دارند، شاید در عین همین گفتنهای ما به وجد آمدند و حرف گفتنی در وجودشان آماده شد. بفرمایند گفته باشند. زنگ را قبول میکنیم؟ بله. السلام علیکم. و علیکم السلام دادری عزیز. خب اولین شنونده، اولین بیننده ما هستید که به ما زنگ زدید. اولین نیستید، اولین زنگ زده. گفتار شما را گوش میکنیم. بهت شد هستم که در برنامه شما اشتراک میکنم. خب موضوع را فهمیدید؟ شاد هستیم البته. چنین یک زن رو میبینم در روبرویم نشسته، سطر حرارت داره. یا بار اول است با شما در علاقه هستم. یا کمک احساساتی بله میفهمم. احساسات دارم. میفهمم بله. برای پاس خاطره گذشتگان در ملک غریبه این برنامه را بخشیدیم. الهی نزدیکانتان نباشند، شاید شناسی هم باشند، برای پاس خاطرهشان هر چه گفتنی هستید ابراز کنید. قبول. من شما رو میبینم بهت شاد هستم، چون زن توجیک با سطر عورت نمیتوانیم در تاجیکستان همین خیلی قطع کردند یا خب یا قطع کردند یا جهتی تکنیکی بود که ادامه حرفایشان را شنیده نتوانستیم. به هر حال تشکر میگویم. نفر اول خرسندی خود را بیان کردند. همدردیشان را هم قبول میکنیم. در غایت هیجان شاید گفتن نتوانستند. گپ در سر آن میرفت که مهاجران، جوانان نان یافته می بیایم گفته، جان گم کرده، با پای روان رفته، با اسب چوبین آمده ها را می گفتیم. پول کار کرده می آیم، داماد می شوم گفته، جامعه دامادیشان در صندوق های مامهشان ماند، ناکشاده ماند. و حضرت جامعه یک شعر داشتند، شاعر تاجیک، شاعر کلاسیک تاجیک، چون فرزندانشان را بر محل از دست داده بودند، چی وبای آمده بود به فکرم که نوشته بودند ریخت خون دل از دیده گریان پدر، رحم بر جان پدر، نامدت جان پدر، نوبهار آمد و گلها همه رستند زی خاک، تو هم از خاک برا ای گل خندان پدر. بهار می شود مادر جانها
همسینفان فرزندشان را، همقدهای فرزندشان را، جوره های فرزندشان را میبینند. زنگ دیگر را قبول میکنیم. مرحمت. الو. السلام علیکم. خط علاقه ناساز است. خب بله. خب باز هم حرف شنیده نشد. همسینفان و همقد و جوره های فرزندشان را میبینند، دلشان ته میکشد. در قطار اینها فرزند من هم باشد بود گفته آرزو میکنند. دنیا به امید است، آرزو میکنند، اما آرزوهای نارسیده، آرزوهایی که دیگر بر رسیدنش باور هم نمی آید. افسوس که مثل بهار بر وقت خزان شده میمانند. خب البته موضوع امروز وزنین تر بود. نفرانی که با ما در تماس می شوند ما حالت آنها را خیلی خوب درک می کنیم. خندیده گپ زده می شود و هنگامی که خندیده گپ می زنید، خواه فهما خواه نفهما باشد، نفر شنونده ناگزیر نمی شود حالتش. اما وقتی گریسته گپ می زنید، صدا می لرزد، شنونده را هم گریه‌اش می آید، دشوار است. من این را نقص می فهمم. زیپرباره اگر شاخی درخت بشکند غم نیست، ولی چون بشکند شاخی جوانی گریم. وقتی همین زنها می گریند در حقیقت رقت می آورد، رحم می آورد، دلتان می سوزد، می خواهید تسکین دهید. اما سخت دهشتناک است وقتی که مردها می گریند. آب دیده مرد برآمده ریختنش دشوار است. احیان مردهای ایجادکار می گریند. احیان مردهایی که کمتر غم دیده هستند در زندگی می گریند. اما خیلی مردان. خب زنگ دیگر را قبول میکنیم. الو. سلام علیکم. و علیکم السلام دادرم، گوش میکنیم شما را. خوشحال هستم که اوضاع شما رو میشنوم. خب یا موضوعی است که درباره مهاجران، یعنی که یک چی شعر گفتنیم، من یکم برای پیوست بگم. خب بهترین. امروز منم گندم یکی سرز برداشت، حیثه که هیچی عمر جوانیان در غریبی بگذشت. یعنی که واقعا هم مکتب یعنی که بود میکنیم که در صورتی که در وطن خود جای کار نمی آویم، ای 16-17 سالگی تا زمین پیری می آویم، یعنی که در وطن بیگانه همچون غلام کار میکنیم. برای چی؟ برای یک دونه برای یک ذره نان، تیکه نان. بله میفهمم، درست است. همه پای ریسک و روزی رفتند. بله، یعنی که واقعا بسیاری از جوان ها یعنی که میبینی که میآیند، گفت شما که با سر نیت هوس از اینجا با اسب چوبین یعنی که با وطن برمیگردن با اسب چوبین. هر ساله که میبینیم که هزار تابوت با وطن برده میشود. بله، آمار میگویند که 650 تا 700، اما این درست نیست. ما از متصدیان همین ساحه پرسیدیم، گفتند تا 2000 یا زیاده از آن هم میبرند. بله، یکی آرزوی بگیم خانه کردن داشت، دیگر آرزوی توی کردن، دیگر آرزوی زمین خریدن. یکی صد افسوس
یعنی که میآیند و بعضی هاشون یعنی که در اینجا وفات میکنن یا که در بگیم ساختمان ها معیوب میشوند. اما حکومت ما یگان چوره‌ای نمیبینه برای این. خب در همین خودی روسیه یعنی که افجان از همه بخطرترین مهاجر توجیه است. بله اینش را متاسفانه در برنامه های پیشین هم گفتند، بی‌قدر است، طرفگیر ندارد. بیمار شود یک دکتر یک پول نباشد درمانگری هم پیدا نمی شود. میفهم. خاموش کردید بله. فکرم. یعنی که در صورت ما یگان پرابلم است، یعنی که یگان مشکلی دوچار میشیم وقتی که با کنسول یعنی که با اون نماینده دولت و چی میکنیم تماس میبریم که تو حد یاردم کنن، اما آنها با جای یاردم کردن با جای کوشش با جای یک فایده یعنی که یک ذره یاردم مشکلی ایجاد میکنن. و مثالی یعنی که اگر عوض کردن این پاسپورت یعنی که در صورتی که مهاجر میآید سالهای دراز وقتی که در اینجا میمونم و وقتش میاد که ما شناسنامه وقتش بود میشود تو قریب 10-12 هزار روسیه میتی که این کنید. چندین ماه معاش کارکردهش را برای حجت گذاری می دهد، برای جا به جا شوی می دهد. درست است، میفهمم. و دستگیری نیست، کمک رسانی نیست، خدا نکند که بیمار شود، طبیب درمانگری نیست. تشکر دادر جان، میفهمیم شما را و باور دارم که نفرانی که میشنوند ما را اینها هم طرفدار همین حرفا هستند، جانبدار این حرفا هستند. خب در موضوع همین روزه برنامه یگان حرف گفتنی دارید؟ شاید یگان جورای جانی شما بود، دوستی شما بود، یک بار اسم مبارکش را میگرفتید که در همین غریبی ها فوتیده است، برای پاس خاطرش دعایی که میکردیم. بسیاری از شناسا هم فوتیدن در همین غریبی، یعنی که اومدن از آشنا افتادن، یعنی که یا که با مثال این مثال که کرونا ویروس از دنیا گذشتن. بله باز امسال من بسیاری میشناسم. خب لیکن واقعا هم درد بود. درد بود، متاسفانه درد هست هم. کاش نمیشد، کاش که در وطنمان جای کار میبود. خب کمال خوجنده ادامه حرفشان. کمال خوجنده در شعر غریبیش انا همین لحظه های خیلی پر از غربت، پر از غم، پر از غصه های غریبی را خیلی خوب ترنم کرده است و یک بزرگوار از کف خاک وطنش در خلطچه جا کرده بود، همراهش گرفته میگشت و دم پیری وقتا بیمار شد و همراهانش نفرانش گفت وقتا مرا دفن میکنید همین خاک وطن را که از وطنم گرفته آمدم به قبرم همراه کنید. و آنجا یک نوشتار هم بود: عطر کفن زی خاک وطن کردم آرزو، وا حسرتا که میبرم این آرزو به خاک. در وطن بیمار شوه روزی نیست که نفره بیمار بینیت نهاید، اما در غریبه نفرانی که میخواهند به بیمار بینی آنها هم نانکابی رفتند، باید روز کار کنند، شب خسته میشوند، میخواهند آمدن. شرایط روسیه را میدانید، در خانه که بیمار میخوابید زنگ دیگر را قبول میکنم، نهایت پر آدم است، حتی هوای تازه نمیرسد، دارو و درمان آن طرف استاد. بله السلام علیکم، گوش میکنم شما را. الو. السلام علیکم دادر جان. و علیکم السلام. خب بفرمایید، گوش میکنیم. در همین گفتنیم در باره همین راستی که من دولتداری حاضره اینمی چی بگیم در باره این پرزیدنت خمونو پرزیدنت من نیست، پرزیدنت هم چوب باید من همین بایسین مادر ما این دنیا گذاشت، من یک بلیت 100,000 زوره کردم، من در
100,000 میگم مادری تو گذشته بچی ما بگریم نالیده گناه که ما ای خیلی پریزیدنت نیست یا دشمنی ملت ما حساب تو زیرا ما گوم اپجام میسوزم برای مادرم نتونستم رفته دیگه برای همو عوام داشته دیلم تا حاضر تا آخر عمر تا به آخر عمر انسان بعضا دلش مایوس می شود که آخرین لحظه دیدار با مادر مناسب نگشت. من این را می فهمم. مادر را که دوباره پیدا کردن نمی شود. خب بلندتر حرف می زدید؟ راستگه ما تمام این برادرها را میگیم که اگر مرا همه این ملت گوش کنن مسلمان باشن ایمان داشته باشن برزیدی خیلی حکومت و دولت داری را گرفته را دفع کرد یک آدم مسلمان نامید یک بلیت من نرخی من موندم 100,000 تا 120,000 زوره کردم در تمام جا زنگ زدم زوره کردم نیفتم نیست گفتم من تو حضور الله در دل من تو اکو آخر تو نفسی من در فکری مادر رو همیتا ممکن که اکی جز الله کسی ندونه میگرم میرم که من خمه نمیبخشم چون من رفته نکنم حالا شما را در تشکر برادر جان. زنگ به حد بسیار است. پیوسته خط علاقه من شده ایستاده است برای همین صدای بالای صدایشان صدای تلفن می آید و باید ما هر نفر زنگ هر نفری را جواب دهیم. خب زنگ دیگر را قبول میکنیم. بلندتر حرف می زدید خوب میشد شنوندگان عزیز. الو الو بله دادر السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خب موضوع امروزه برنامه را درک کردید به فکرم؟ خیلی موضوع شما رو فهمیدم لیکن من صحبت میکنم و کمتر از موضوع شما میگم. برای من از تاجیکستان اومدنم 6 سال شد در این غریبی. یعنی در این غریبی دوام 6 سال بر نگشتید؟ ما 9 برادر و 5 خواهر بودیم در این غریبی. من یک برادر و یک خواهرم رو از دست دادم. یعنی از این عالم چشم پوشتن. یعنی در همین غمی دادر خواهری خودم شریک نشدم. لیکن در غریبی بودیم. چند برادری که دارم یعنی از چشم دور یکی در بودی نزدیک است. خب بله. لیکن این وطنی که ما را از خیش تبار از دوست نزدیک از دیدار همدیگر محروم کرده. میخوام بگویم که لیکن مادری که در فراق فرزند میسوزد به همین فراق مادر رو با آخر برساند. مادرهایی که فراق میکشن به فرزندان خودش میسوزد. میخوام که همین مادرها فراقش رو به پایان برسد، به دیدار همدیگر رسیده باشند. بله ما هم البته اون رو میخوایم. شیرین تر از دیدار فرزند برای مادر در دنیا چیز دیگری نیست. ما این را خوب درک میکنیم برادر جان. چنانه که پدر خدارحمتی پدر میگفتن کنی دنیا را تینج کند و دیدار به دیدار یکدیگر برسد. ما میخوایم که دیدار ما به همان برادری که فراقش میکشیم برساند. الهه خداوند لیکن صحبت کردم به تلفن لیکن چی دیدن این یک چی آرزوی دل روی که چی دل رو و
چیکار نمیتونه، بله بله خاموش کردن نمیتونه. البته لیکن من لحظت خیلی دیدار که را تلفن یک تامین کرده خواهر را نمیتواند. درست. خیلی که یک خواهر ما درس دادیم که به 4 خواهری که باقی مونده است، همچون مادر این خواهرای من به همنا سلام خود را میرسنم. به برادری که دور است از ما، برادری که دور است از ما کلان ها، به اینها سلام خود را میرسنم. سلامت باشد. خب بهترین دعاها، بهترین نیت، بهترین حرفای پر محبت بودن. تشکر برادر جان. زنگ خیلی بسیار است. دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر، چشمش بره است وقتی دیدار و گسیل. خواهر میدانید صله رحم میگویند بیهوده نمیگویند. وقتی که دادر به روسیه رفتنی میشود، از کجایی که نباشد زاره و التجا و التماس کرده خوشنامان و شوهرش را یگان چیز پخته دویده می آید دادرم به روسیه می رود گفته. خواهر می سوزد برای دادرش. تا از روسیه آمدنش هر بار به مادرش زنگ زند اول میگوید اکا جانم خوب یا دادرم خوب است، گپ زده ایستاده اید، زنگ دیگر را قبول میکنیم. مرحمت. من میفهمم که امروز برنامه که کمی غمانگیزتر است، زنگ زده بیملال گپ زدن دشوارتر است. این رو من درک میکنم. خب الو، السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام خواهرم. گوش میکنیم شما را. موضوع را فهمیدید؟ موضوع امروزی شما را فهمیدم. خیلی دردناک مضمینم است. هست، غم‌انگیز هست، دردناکم هست. خیلی شما گفتید مادر یک همسیفش را، یک دوستی فرزندش را میبیند، همقتش، راه روی هاش که در یادش میره. منم یک خواهر مهاجری که دادر گم کرده هستم. در فراق دادرم تا حال میسوزم. این فرزندی پدر یک چیزی بوده است که بله. در کوچه ها راه میرم، یکم بچه رو نگاه میکنم، رهرویاش، قد و قامتاش، میگم وای رنگی دادرم. بسیار دردناک است. بله. وقتی آماده کردن همین برنامه هم من همین لحظه ها را از پیش نظر گذراندم که چقدر دشوار باشد، چقدر دشوار باشد. به حد صورتی مانند دشواره. دادرتان را میبینید یک بار دلگوم میزند. در روی فرزنداش و یک وقتی نگاه میکنید به حد دشوار است. بله بله. میگه کنی پدری شیرین باشد، بیند فرزند که شیرینشه. به خواهر جان حد درست است. دشواره. به حد غم که برای بردن آن شده میایم مسکوبه، جانود برای 1000 سمسم شده. بله اینقدر بله. تیز روم که دیگه برگشته نمیآید. نانکابی میروند و جانشان را گم میکنند. به درد است گفتنش، خودش دشوار است. الکی نان را برای خودشان نه، برای اهل وطن کافته میروند. به هر حال مرد هستند، نام مردی برداشت دارند، بر سر دارند، وظیفهشان را درک میکنند، میروند. خواهر جان خیلی سخنهای خوب گفتند. مانند داده را بینند. زنگ دیگر است. بله الو. مانند داده را بینند دلشان بر دادر گم میزند. اگر من هم به جای شما می بودم شنوندگان عزیز، یک بار پیش نظرم آن شناسا، دوستا، نزدیکایی که در روسیه در ملک غربت فوتیدند پیش نظر آورده غمگین می شدم. خب مادر را که فهمیدن می شود، مادر بزرگ است، چقدر غمهای بزرگتر از این را هم تحمل کرد، اما کودکچه های هستند که درک نمی کنند. میپرسند، گشته و برگشته میپرسند پدری فلانی آمد از آن من کنی، گفته میپرسند. زنگ دیگر را قبول میکنیم. الو. سلام علیکم. و علیکم السلام. دادر یا برادری عزیز؟ خوبی تنجه اپا؟ البته شکر خداونده که خوب آفرید. خداوند ساز باشین، تنج باشین.
مینداره گپ راستیش همی در جامون زده یکمش غریبی دیگه‌مش که همی مو عیب خمون آید همی یه بورش مو به حد اشبتای بسیار داریم مو همی جمعه دویمه بیویم همی شهرهای مردم مو وطن خمون همی مو را با ای بورای چی همی خوین میلادمون میرورا و چیز دیگه میرورا مونه و همه طرفه این ایدیمو با همی سال نه با میلیسوی همی جره با چی مینا که تلفونای ما را میکوانیور میکوان که ما پروگرام مو خطی کیو مقصد این خطی شما گام میزنید در تلفونای ما سخرانی تا همی چیزو بعد مقصد میگیرن ما را کش و کش میاندازن هم جودا فهمه. همی شهر یعنی همراه ما گفتگو کردن و برای پاس خاطر غریبان در هجرت فافتیده حرف زدن هم خیانت حساب می شود. برای همین که ما را یه بورا عیب خمونه ما باید وطن وقتی ما را خوین ملت خچونن نه که ما را میرورن برای چی میرورن ما همین ده حق شده ما آخه حق خمه ما این چیز خمه ما حق دارم برای گفتن بله بله. ما عیب نمیرم مقصد گوری ما جیده گوری جیده برای چی میکنن برای چی پیش میبرن همش یو پروتفی همی خلق خیستگیان میفهمیم. ما یه بارا غریبیم ما اینا در روز مرده گذشتگیم نتونستم رفتم مسافدم گذشت نرفتم هیچ گذشت نتونستم در هیچ کدومش نتونستم نه ای مردم نه ای چیز در بارای مردمی میگویند زنده جدا و مرده جدا شدیم. ای همه بعد شدگیم به حد در چیزی مرا در جانم اومدگیه که چند فرزندی دارم امی انشالله امی روز ساعتش چی اومد در موجا میخیزم مرا قطعی فرزندان نابود کنم اما خوینم بگذارم بکشم میورا که من برم در قطعی فرزندان برم داشتم این دینیو هیچی در کار نیست دیگه من درسی دین اسلام چقه میشه من فرزند ما درس دودستم من در دین اسلام فرزند ما میورم نه که ای دینی چی گفتن ما گپ راستش الان میبیا ما فرزندم دین اسلام میخوام ما بیزارم ای دیگه چیزور. بله برادر درک میکنیم شما را. ما را همه تعلم منقدگی که در جون زدگی روز درست شوا کسل و بیمار شدگیم دمیجو این روزای پگاه میبریم با همی با درد سری مهاجر میشه مهاجر رو جمع میکنن 4 تانگه مردی ما را میگیرن روی میرن دولت پروای موتن نداره نه مردی من نه کسی دیگه این دولت بخشه نگه نکده است. خب برادر جان یگان جور همه علان زده شدگیم با چندی علان زده شدگیم با چندی کشتن مرده رفتیستیم در همین جایی یا شامه کشانمون چند قیمون با زنده نمیمونن اصلش میمبره میروه یعنی 4 سکنه خیلی دجال میگه که بیای نیجاش جزاخ نیجاش قطیمه دمی این نستایش دجال شدگیان نستایش دجال شدگیان دین اسلام عیبایم مچته خوین برورده سه ای کلاب و ملایمان کلاب گریف محکم کرد خلق کلاب خواب کرده ایستودن اول با میگن که شما ای دورگی هی میگن ای دورگی هیچ کنه میگه انشالله روز ساعتش میبیایم کرد انشالله ساق سلامت برم من قطعی فرزندان میرم من بکشم فرزندان مرم همیا نابودش کنم. نه برادر جان دنیا با امید است روزهای نیک فرا میرسه اگه ما به همه چی دیسیم این یه بارا ما را خوین چون چی بالا برو ما حق خمه ما برای فرزندم من نمیخوام فرزندی ما هم پگه بیاد در اینجا مهاجر شود در اینجا جان بکنه میمبره این هم پای همی پدرش مرا پدرم اومد مهاجرت کرد مرد رفت ما هم میرم ایرز پگه میمبرم پدری ما همیجا کسلی رفت مرد اینا چی را دیدی چی را ندی ما هم پدرم مرد اینا فرزند شدم ما هم در کسلم بیمارم چیکار کنم خدا شفا دهد برادر جان دنیا با امید پیش است کی برم داد میرسد روزی که زنجیر غلامان بشکند دیدم
محمد اقبال لاهوری هم خیلی یک شعر زیبا داشت. 5 سال شد مرا پدرم 8 سال اومد قتیم ما دبرش اومدم جان کندم محنت کردم چیزی کردم پدرم کسل شد بیمار شد اینجا مرا دپارتاس کردن محکم کردن پدرم اومد بود از جای کار کرد این کرد رفت کشتن میگم مزهش گرفت 4 ماه 6 ماه دیگه من خدمت اومدم کار کنم پل دختر پل چیزی هر یک خونی دادگیم 4000 سومان میدو گرفتن در شهر در دوشنبه هر یک خونی دادگیم پدر من نه که نصیبش بود شد برا ایمه روی مهاجرت این فرزندش هم کسلی شدگیم. میفهمم بسیار به درد است. همه در درد علم است ما جبرین نه که در مرد باشن همو کارگروی مقصد در سر وظیفه ان مردک وری خچون بده چشون دیده است در کدام حالت دولت وارده است کمک رحم کنن با دین اسلامی خچون رحم کنن که همو ادمی همی را نگیرن بخیزن همین مردانه وری مردک شوان بخیزن بگن که برو برادر شو چیزی هست بودجت دولت تمام قرض قولا را تمام تا گوده که معدهش بیارن محکمش کنن جوابش بدن. برادر جان زنگ بهت بسیار بود. اینجا در چت یوتیوب خیلی بسیار نفرات نوشتن. بسیار تشکر برای حرفایتان. دردتان را میفهمیم. درد را نفر میفهمد که درد دارد درک میکند نفری که این همه را از سر گذرانیده است. ما هم مهاجر کلان کردیم فرزند با امید کلان کردیم درس یاد دادیم مکتب خواند اما مهاجر شد چون که کار یافتن در تاجیکستان با دیپلم سرخ همه دیپلم مقصد همه دوران مقصد چند قدر که دوره سیو ما خوندگی آمدیم نه که چی شدیم هیچی این مهاجرت پدر ما شوفیر بود دوره سیو جان میکن نه که آوردنش همه چی کندش کردن. بله میفهمیم برادر. خیلی زنگ ها در انتظار هستند و در همینجا اگر اجازه باشد رحمت کلام صحبت را قطع میکردیم. تشکر برای زنگ و این همه گفتارتان ما شما را نغز درک میکنیم و اگر نمیفهمیدیم درک نمیکردیم دردی مهاجر را همین برنامه پرنده های مهاجر هم وجود نداشت. پرنده ها میروند موسم گرمی فرا رسد بهار فرا رسد میآیند اما مهاجران تاجیک برعکس امروز درباره آن مهاجران میگویم که بر نمیگردند یا واقعا برگشتند اما جسدشان برگشت جانشان را جای دیگر سپاریده آمدند. در چت یوتیوب اینجا نوشتند احمد کریم با ما نوشتند مادری را درباره مادری حکایت میکنند که در لحظه های جان دادنشان گاه به خود می آمد می گفت عبدالرحیم آمد انا این عذاب مادر تاجیک است. عبدالرحیمش در روسیه بودگی است. مادر جان انتظار او بودگی است. تهلکه جانکنی تلخه جانکنی میگویند پیش نظرش در عباره خلقی یک کلمه هست انتق میگویند انتق دیدار همان طرز ادبیش را نمیدونم لیکن همین کلمه خیلی معمول است تا همان نفری دلش سخت گم زده ایستاده را نبیند جانکنی جان دادن مادر جان دادن والدین دشوار می شود لیکن افسوس که بعضی ها ندیده هم می روند. عبدالرحیم آمد می گفته صبرینه رستمزاد به ما نوشتند بیبی هایمان می گفتند که پدر و مادر مردنش میراث است دادر و خواهر مردنش تیغ الماس. بله مرگ فرزند هم تیغ الماس است. دل و جگرم می سوزد بر دادرکام نوشتند. خداوند دادرکانتان را بهشتی کرده باشد قبرشان پر نور باشد میگویم و دائما یک لحظه به خاطرم می آید. در خاطر دارید صبحیدن 15 دقیقه بگاهی 15 دقیقه یا 20 دقیقه برق می دادند تاریک بود شبانه همان شبهای نهایت تاریک زمستان خنک بعضا بیدار می شدم فرزندکان آبودانه گفته می خیزند
برق نیست تا گوگرد یافته شم میگیرانه، فرزند از نو میخوابد یا گریسته خسته میشود. همان لحظه ها فکر میکردم که قبر متصدیانه که ما را در همین حال گرفتار کردند فردا چقدر تاریک باشد. آخر برمیگردد هر آنچه که بر ما کردند در آن دنیا نه، در همینش هم الله که یک بار میبینند. پای بسته زنگ میزنند، زنگشان را قبول میکنیم. مرحمت. الو. سلام علیکم اپا جان. و علیکم السلام. قبلا معذرت میخواهم که غمگین کردیم همگان را. هیچ گپ نه اپا جان، همین خیلی برنامه ها را زیاد کنین، مردم علم دارد، درد علم های خچونه در شما نگن، دیگر جای درد علم گویی ندارن مردم اپا جان. واقعا اپا جان در همه سال 2020 مردم تاجیک در همه شهر روسیه از همه بصاحب ترین مردم، از همه بصاحب ترین ملت تاجیک بود. برای که وقتی که کرانتین شد ما بیکار موندیم، خبر دارم. به پول موندیم و 2 نفر از همکارای ما در همون جای خوب گذشتند در حالت بیماری همون کرونا ویروس. ما نتوانستیم که همونا را به وطن روان کنیم، چون به پول بودیم، به صاحب بودیم. هیچ کس ما را یگان دولت و حکومت دستگیری نکرد که ما مرده های همون برادرای خودمونا بفرستیم تاجیکستان. یک نفرش از ناحیه قمسنگیر بود، دیومش از ناحیه کویبش. در همین مسکو گروندیم اونا را، دیگر علاج نبود، دیگر چاره نداشتیم. با سفارت تاجیکستان زنگ میزنی، یگان کس تلفن تا نمیبرداره. حتی رفتیم همونجا مراجعت کردیم، سخن تا گوش نمیکنه یگان کس. چیکار میکنی بکنی میگن. همه راه ها بسته، همه بسته. بلیت 200,000 ای مرده میگه، برای یک مرده را فرستادن 200,000 میگه، 200,000 روبل روسی. امروز در تاجیکستان میخیزن همه حکومتدارا را، همه پرزیدنت برای ما قهرمان و پیشوای ملت، اساسگذار صلح و وحدت، نمیدونم جناب عالی و محترم و هر نامی که است و غیره، هر نامو را برای پرزیدنت میگذارن. برای همین من گفتنی هستم که این پرزیدنت که ما داریم، این پرزیدنت ما نه غمخوار ملت است نه پیشوای ملت. این یک خائن و خیانتکار است. من به همین گفتنی هستم که تمام مردم تاجیک، ملت تاجیک بدانند که برای ما یک خائن خیانتکار پیشوا اعلان کردند. خاموش نباشین برادرها، بی‌طرف نباشین، باقی همه در امان خدا باشین. پناهتان به ذات پاک. تشکر. عین محتوای موضوع را درک کردند، چون که از 2 نفر دوست جانی فوتیدهشان، شهید شدهشان از ویروس، از وبای عصر از کرونا گفتند. واقعا روز گذشته در تماس شدم برای که در برنامه کمتر معلومات پیدا کنم با نماینده دیاسپورای تاجیکان در مسکو، عزت امان، و گفتم آیا در حقیقت این سال مرده کم رفت به تاجیکستان؟ گفتند که نسبت سالهای پیشین خیلی کم رفته است. گفتند نه، برعکس، مرده بسیار بود، فقط کم رفت از آن سببه که فرستادن نتوانستیم، چون که همون طیاره ها کمتر شدند، کمتر ریس بود، از سبب کرونا راه بسته بود، ما فرستادن نتوانستیم و در یک خود مرکز در مسکو 60 نفر را در قبرستان همانجا دفن کردند. 60 نفر را، باقی باز فرستاده هایشان از حد و حدود بیرون است. اینجا صبرینه جان رستمزاد باز نویسند آدره که من 10 سال باز به نام و نشان در غریبه، چشمانم شب و روز در راهش یافته نتوانستم. خدا کند که یافته توانسته باشد دادرکتان را. خیلی ها انتظار شده بناخواست دادرکشان در آمدند. این خیلی روزها هم شدند. دنیا و امید، خداوند هرگز ناامیدتان نکرده باشد. ما یک مادر جان را میشناسم، 17 ساله پسرشان به روسیه رفت و مادر 17 سال دیگر، رسا 17 سال دیگر
در آشانه یکم که زندگی میکردن، هر ماشینی که از تگ تریزه همان خانه میگذرد یک بار سر بالا کردن ماشین را نگاه میکردن که آیا فرزندی من آمده است یا نفری دیگر. هر نفری که از همان شهر روسیه که فرزندشان بود از همان شهر برمیگشت از دولت روسیه، از او میپرسیدند که پسری مرا هم دیدی، خوب بود؟ مادر است. به هر حال یک برادر 22 ساله من در پیتر تاکسیست روز 13 مارت هلاک شده است. در همین برنامه تان برادرای گوید در حقش دعا کنید. گفتند 13 مارت پیش در همین 13 مارت آمده بهار را قید میکردند. راستی المناک است، دردشان را احساس کردم. خودی از سر خودم گذشتگی برید. 22 ساله 4 عمر هم عمر ندیده است. 22 ساله داماد است. آخر دامادی است 39 ساله. چی دید؟ آیا نفرانی که در سر قدرت نشستند فرزند 22 ساله دارند که یک بار به قامتش نگاه کنند و یک بار همین برنامه را بینند و درک کنند درد نفری را که برادر گم کرده؟ برادر جان، برادر جان، برادر دو دنیا را به من کرده برابر. خدا به هیچ کس این خیل جوان مرگی را نشان ندهد. سخت است در حقیقت. احمد کریم دادره که ما نوشتند مادر مهربان از تاجیکستان روسیه می آید. برای چی؟ برای آنه که رفیق پسر رحمتیش را می پرسد که پسر من در پیش تو جان داد، شما گوید که پسرم در آخران نفسش چی گفت؟ و وقتی زخم آخرین کی بود در کنار تو؟ کی بود تکیه‌دار تو؟ کی بود یار تو؟ مادر بینید، مادر حتی همان کلمه آخرین نفسی فرزندش گفته را شنیدن میخواهد. انا همین هم برای مادر دولت است. فقط یاد کردن، در حقش دعا کردن، صورتش را دیدن، صدایش را به خاطر آوردن، حتی در آخرین نفسش فرزندش چی گفت شنیدن میخواهد. از تاجیکستان خسته روسیه میرود. خانه همسایه نه روسیه، با طیاره میروند. کیلومترها را، هزاران کیلومتر را پرواز میکنند. زنگ دیگر را قبول میکنیم. الو. سلام علیکم. و علیکم السلام. برادر عزیز خوب هستین؟ البته خوب هستین؟ تو اینجا هستین؟ اپا جان، موضوع اصلی من یکم ترک تماشا کرد. موضوع اصلی درباره چی است؟ اگر میفهمدین خوب میشید. موضوع اصلی ما امروز در یاد فوتیدگان در مهاجرت، فوتیدگانی که در مهاجرت وفات کردند، به پا رفته به سر آمد مهاجر. خب گذشتگان را، جمعی گذشتگان را الله رحمت و مغفرت کند. و بعد من یک سوال داشتم که همین انسان از تقدیر الهی گریخته میتواند یا نه؟ نمیتواند. البته میدانم. بعد اپا جان، همین میگیم که تاجیک‌ها در مهاجرت میمورند. اگر روز ساعت بنده که بود شود در تاجیکستان نمیمیره، در خارج دیگر دولت ها نمیمیره. اما همان لحظه های آخرین مرگ وقتی که در کنارتان، نزدیکتان، پیوندتان نمی شود، خیلی تلخ است برادر جان. اگر اون ببینید اپا جان، اون چیزی که خدا خواست خدا می شود، خواست من و تا هرگز نمی شود. این را درک می کنم. به همون خاطر ما میفهمیم که مهاجرت میره، تکیه به ذات الله میکنی. اگر در مهاجرت هم که مردی، اون زمین خداست. اون زمین روس نیست، اون زمین مقصد قزاق نیست، اون زمین نمیسان نیست، اون زمین خداست. هر جا که ساعت بنده بوشید الله امر میکنه جانش میگیره. جان بله. در این موضوع کم ترک من همین گوش میکنم. فقط بنده باید تکیه به ذات پاک داشته باشه. هر جایی که سفر میکنی، خود در راه خود، هر جایی که تکیه به الله داره. وقتی انسان ساعتش بوچید از دنیا میگذرد. همین خاطر من فکر میکنم که مردم فقط دولت گناهگار میکنه. این فکر شخصی من است که در مرگ و مردن هیچ وقت
دولت باید پیش نظر نیاره، چون که بنده الله از جانب خدا میاد باز به سوی خود برمیگرده. بله، نظر شما هر دو طرف ترازو را با برابری دیده ایستاده اید. بله، اگر در مرگ آنها دولت را گناهکار نکنیم، یک کمی خود ما هم گناهکار هستیم. چون که انسان که وقتی حق خودش را تلاش نمی کند، طلب نمی کند، تقدیر از کلمه قدر است. خود را قدر باید کرد. همه چیز را تقدیرش بوده است. تقدیرش بوده است گفتن میریم. نه، ببینید اپا جان، ببینید یک مسئله است که ما زیر نظر نمیکنیم و شخصایی که من شخصا در مهاجرت بودم و شخصای بسیار جوانای تاجیک دیدم که اپا جان وقتی مهاجرت میروند ببینید که در تاجیکستان در زیر نظارت مادر هستن، پدر هستن یا که برادر هستن، اونا با کارهای فحش و مینوشی دست نمیزنن. وقتی روسیه میروند، من همه را در نظر ندارم، اینجا در آنلاین پخش مستقیم بسیار شخصیت ما را گوش میکنن، بود فکر نکنن که من همه اونا را، من بسیاری از جوانا را دیدم اپا جان معاش میگیرد از دستی کافه رفتن و از دستی که خدا را فراموش کردنش، یک حیات کارش مینوشی که تا یک دختر روز بیند چه موافقت میکند که برابر میکند با روسا، که بینید ما این اصلا خطا، کاملا خطا است. انسان ها رو دیدم که اونا را میزنن، اونا مست میشن، اونا را میزنن، جنگ میشه. من دیدم که انسان از روی مستی جنگ شدن، به قتل رسیدن. ما این باری دولت کرده نمیتونیم، چون که شخص از ایمان شخص وابسته است. وقتی تو خارج کشور رفتی باید احترام خود داشته باشی. ما همه میفهمیم که مهاجرت بله قین است. از این شخصا جوانا نیست، برای چی جوانا را مادر و پدرشون برای خدمت نرفتن و خارج کشور میفرستن؟ این حقیقت است. اما ما باید چشمای خود را باز کنیم، این را باید بگوییم که بله مادر و پدرها همین کارها را میکنن، برای خدمت روانه کردن فرزندان و مهاجرت روی میکنن. فکر نمیکنن که در مهاجرت چی بالای سر فرزند اونا میاد، یا که در دانشگاه اونا را داخل میکنن که تا اونا بخونند. خب برادر جان، میدانید گفتید که با خدمت حربی گسیل نکرده با مهاجرت، مادر میداند که در مهاجرت هم عذاب است، اما مادر در ترازوی عقلش بر میکشد. اونجا عذاب است، اما شاید عذاب این طرف سخت باشد. اپا جان ببینید، من شخصی هستم که اگر دولت من باز دعوت کند که من دوباره خدمت برم، من دوباره خدمت میکنم در دولتم. برای چی؟ برای حفظ وطن، دولت، این برای من شخصا شرف است. اما از ببینید که اون مادر میداند که فرزندش در تاجیکستان است، هر گاهی خواست نزدش میاد، هر گاهی خواست با فرزندش صحبت میکنه. اما در روسیه وقتی میرود فرزندش زبان روسیه را نمیدونه، چون که ما شخصا وقتی که مکتب میخوندیم ما را همین درس را میدادن، ما میگفتیم این در کار نمیشوه. لیکن بعدا کمتر که کلان شدیم بعد فهمیدیم که در حقیقت معلمای ما همین چیزا را دیده و دانسته میگویند که همین زبان ها را آموزین، این برای شما لازم است و در کار. ما این چیزا را اهمیت نمیدیم، مردم و نمیخونند، میگویند که ما هیچ کس نمیشونیم. برای چی شما از خود باوری ندارید؟ باید انسان از خودش باوری داشته باشد، اعتماد داشته باشد که فردا گیجایی که رفت با اعتماد باوری اون سربلند میشود. باید انسان تکیه به خدا کند که همون کاری که نمیتونی بگو من میتوانم، تکیه به خدا که انشالله تو به اون کارت هم میرسی هم توانو میشوی. ما مردم ما برای چی همین کارا را نمیکنیم؟ ببینید این مردم ما وقتی سر دسترخوان فرزند میآید، مردم روس دیدم، من تمام ملت دیدم، هیچ وقت فرزندش از بعد خودش دور نمیکنه، از سر دسترخوان دور نمیکنه. توجیک ما سراز هم فرزندش از سر دسترخوان دور میکنه برای چی این کار را میکنه؟ برای فرزند باید یک جا بشناند تا بآموزه فرزندش. قطعی فرزندش باید صحبت ها کنه، معاشرت کنه که تا فرزند یا فردا کلان کشید مثل جوان مرد در بین مردم رفت گذار کرده تواند.
برای چی روزها کودکاشون 14-15 ساله یک خیل معامله میکنن، یک خیل رفتار میکنن، میگه که 25-30 ساله است. اون در وجودش ترس ندارد، اما پدر و مادرای ما این کار نمیکنن، فقط از فرزند دوری میجوین، تلکت میکنن. خب فهمیدیم، درک کردیم. ترازوی نظرهای برابر نگریستن خواستن برادر عزیز، وطن دوست داشتن، وطن پرستیدن وطن را حفظ کردن. سعدی یک بیت در همین بابت دارد، میگوید سعدیا حب وطن گرچه حدیث است صحیح، نشود مرد به سختی که در آنجا آزاده. دوستداری وطن در حقیقت ایمان است، اما از ایمان است، اما به سختی در آنجا زندگی کردن، در همانجا به همه ظلم تن دادن. مثلا مرگ و زندگی در دست الله است، همه میمیرند، یگان کس پاسوتون نیست. اما به ظلم و استبداد ظالمان سرخمانه تحمل کردن و این از تقدیر گفتن هم درست نیست، هرگز درست نیست. اما خیلی از سخنانشون را قبول داریم. برادر اشتباه نکردن، خیلی سخنان را درست گفتند. به هر حال نفر درک میکند درد در مهاجرت فوتیده ها را که در حقیقت جگر بندش را در آنجا بای داده است. خب زنگ دیگر را باید قبول کنیم، زنگ بسیاری را از دست دادیم. بله. الو. سلام علیکم. و علیکم السلام. دادر جان گوش میکنیم شما را. الو. بله شما را گوش میکنیم. در خط علاقه ما همی مردک وزی گاو زد با گفتگوی همی ما نوروزیم. همی مردک نو گاو زد کو برای وطن، برای تاجیکستان. خب الو. بله شما را گوش میکنیم. آزادانه حرف زنید. شما هم از کدام جهت راضی نیستید، از کدام جهت راضی هستید؟ این همی مردک نو برو ما گاو زد کو برای خدمت، برای تاجیکستان، برای وطن. مرحمت گفتن گرید. الو. من حرفتان رو بریدن نخواستم. آخه میگه ما برای وطن میگه جون ما میتونم دوباره خدمت میرم، برای همین گپ پوشده. در تاجیکستان کار نیست، کار هست اولی کمه، اولی کمه شپا. همه مردم هم جو مرا کار کسی هم معلمش هم معلمش هم همش هم یپا اولی وابشه نیسته. هست فقط برای یک قشر کمی جامعه که زیایی میگویند معلمان و دخترانی که تقوا دارند، جای کار یافته توانستند، پیشانیشان شاید در پیشانیشان بود که توانستند. درست است که خیلی ها پیدا کرده هم نمیتوانند. برای 500-600 تومان که کار میکنه که کار نمیکنه در تاجیکستان. خب بله میفهمم. این هم خیابه کار هست فقط برای همون اولو، کار هست فقط برای همون اولو دیگه هم پریزیدنت های تمام دیگه ای مردی کمقل ده گفتی و گفت که خلیب نیست ها. بله شما را هم درک میکنیم، میفهمیم شما را هم. از موضوع مردم هم در اسیا، خب مردم هم در اسیا از اون کشانی قچی میکنن. ایره هم همون دولت هم گناهگار هست هم یپا ایا طرف. خب نمیخه اپا. خب دادر جان، دایره همین موضوع امروزه برنامه که برای پاس خاطره گذشتگان در مهاجرت بود، حرف گفتنی دارید؟ خداوند عمر کودکانتان را دراز کرده باشد. شیرین است واقعا صدای کودک. رحمت سلامت باشید. خب موضوع امروزه برنامه امون برای پاس خاطره گذشتگان در مهاجرت بود. به سر رفت و به پا رفت و به سر آمد مهاجر. زنگ دیگر را قبول میکنیم. الو. سلام علیکم. و علیکم سلام علیکم. برادر جان بفرمایید. سلامتی خوبه اپا جان؟ تشکر میگویم. و منبر از شماست، منبر سخن. درباره همه برادران تماشا
کردستم منم برنامهش من درباره خدمت حربی گپ زدن اگه کمتر ای موضوع بریم منم ای 20 سال میشه زیادتر هم گویم شاید در مهاجرتی مهنتی هستم در همین جا که مرور زمان خداوند نصیب بده پاسپورت روسی کردیم خدمت رفتیم همین جا در کلان شدیم مقصد دیگه من چیه که من اپا جان 2008 سال خدمت کردم در روسیه خدمت رفتم خدمت در روسیه به نهایت در سطح بالایی به نهایت در سطح بالایی یکمش با دیگه‌مش که آخی سالدات های اکه سروچنیک میگن با زبان تاجیکی سالدات نو رفته ده سالدات نو ده اویلیگ جدا میکنن هر ماه اویلیگ میدادن مونده خب بعضی که خورد و خوراک همش بهترین سطح علای با شما دروغ با خدای پاک راست فرد روز قیامت من اگر دروغم ای زبانم الله کشال میکنه یکم دیم خوراک میدادن ماده من نمیتونستم من دیم خوردن نمیتونستم یا که یکم میخوردم یا که دیم دیوتی میکرد اوقاتی من نمیتونستم با بعضی که همین قصالت نگابین میکردن با اویلیگ میدین ای به دیمش ابو سر فرمت در هر 6 ماه نو علیش میکنن خود فرمت نو نشیده دریده ندریده فرقش نیست اگر درن احتیاج داشته پیشتر میتین تا نیکی مگر احتیاج نداشته نو هم که باشه میگن که یکی رباچ که میگه با نو میتین تا من پروت حاض امی قانون قبول کردین یا که کردنیم 28,000 سومون میگن قانون قبول کردین در وطن عزیز خودمون مقصد آخه 28,000 سومون سالدات مادر پدر او سالدات بچهش اگر نه خواهر رفتن که وای مثال زندگی خانه و آیه پیش بردگی باشه وای در گیجو باید کار کنه که 28,000 سومون در او تاجیکستان کار کنه و فرزندش دتیه که وای نره وای اگر 28,000 سومون داشته باشه ولی همی باور کنی نکنی 100% جمهوری تاجیکستان الله علم اگان 30% اگر گویم دارا باشه 70% وای همه همی کم بیزاعت کم بغلن بله 30% هم ندارند اینقدر مبلغ شاید نفرانی هستند که اینقدر مبلغ را در دست یگان بار نگرفتند هم درتون در رحمت من همه گفتم که ای کجا و یا 28,000 سومون میگیرن فرزند شما که خدمت نبره او فرزند من نمیدونم در کجا باید وقتی که در مردی کار بازار من دروغ نمیگم وقتی که مردی کار بازار در یار رفیقای من مهنت میکردن در تاجیکستان من میپرسیدم که همین روزا شما چند سال کار میکنید مردک اید مشت بزنه دیوال چپه میشه نکی میگه که 20 25 30 35 40 50 ریتکم میشه ها کار میکنیم چی کار میکنه باقی مردک پوبل میکنیم خیلی کراچی همین کاری خوجگی دهقانی مردم میکنیم خیلی این ما بلند شگیریم 50 سومونی وای چند سال اگرم کار کنه که در نه در تنش کراو نه در اشکم بخره که او 28,000 سومون کار کنه یا که پدری وای اگر او مردی کاری کنه مثلا او بچه ولی در تاجیکستان اپا جان این همی هر کس باید چشم هوی بینه کدامی که شرایطی که خوانده نداشته نه خوانده مثلا یا که میره مایشک میشوه یا که میره مرد کار بازار در کار میکنه یا که میره در بازار رو وکت میشوه راست ما هم یه چشم حقیقت کنیم همین مرده که بیچاره مکتب تمام کرد نداشت شرایطی که خونه صبح پاریدن در نداشت شرایطی که رو کنه یا که خونده همین قطاری ما در روسیه اپا جان باور کنید دیپلم سرخداراش هم هست دستور من من میگم که فرقی بین من تا چیه که دیپلم سرخداری با ما سوستر که ما پاسپورت روسی دارم مثل تو باری پاتین پراپیسکا نمیکنم مثال من پلوچایت در این مهاجرت با بهتر ایتیم که دیپلم سرخداری اما برای چون وطن کار نکردی 6-7 سال خوندی پلی محشر صرف کردی اوتات اوچه دا اشکمی خود چون زدن دادن راه پلیک نه اشکم پلیک نه مثال یک کلارتیلا پلیک نه اوخی همه ایه چون وطن کار نکردی اولیگ میگه 800 سم 1000 سم 1200 سم
وای میگه هم ماشین میشه وای خوردن خودم من اگرم زنگ گیرم و خو من یا شمازی وای اگه جو بیچاره دیگه من نمیدونم این کراچ خدای پروردگار وطن مون آباد کنه و همه صاحب یک کاری بهبودی کنه مقصد 28,000 سومون نرخ وین بلیت گوی موندن پس آخه اول کار تأمین کردن در کارهایی که مردم کار کنن او 28,000 سومون کار کده تونن در داخل وقتن که بعد یعنی بر نروان خرشو مریضو که موخی او برای 28,000 سومون کار کردن وای نمیدونم کار میکنه که 28,000 سومون یا که یا پدری وای از موضوع خیلی فرسخ دور رفتیم اما درست میگوید 28,000 سومونی از نرخ همان مبلغی که ازبک ها برای عسکرانشان میسپرند برای از خدمت حربی رها شدن رسا 8 مرتبه بیشتر است 2,000 سومونی می شود اگر پول ازبکی را حساب کنید با تاجیکی برای از خدمت حربی رفتن تشکر برای این همه گفتارشان موضوع آینده در برنامه پرنده مهاجر همین موضوع خدمت حربی می شود اگر عادی تر کرده گویم با یک کلمه افاده کنیم ابلاوه تاجیکی نیست خب جواب داده است به همان مردی که گفتند ما خدمت کردیم باز هم خدمت میکنم امینه تاجیکه نویستند مرم غریبم در عذابم کودکانم از من دورند مهنت حلال گفته آمدم چی من کاری خطا کردم نه خطا نکردید شما هم اگر تقدیر به دست گویید ریسکتان همانجاست کافته رفتید پیدا کردید اما نباید همه چیز را به گردن تقدیر گذاریم خب تکمچه لایک را پخش کردن از خاطرتان نبراید تا که برنامه دیگر هم باید صدا دهند زنگ دیگر را قبول میکنم بسیاری ها شکایت کرده ایستادند که زنگ ما را قبول نمیکنید الو سلام علیکم من کوشش میکنم در وقت سلام برنامه پرنده های مهاجر بله دادر جان موضوع برنامه را میدانید سلام میدونم سلام و درود به پیام به شما و به کل بینندگان عزیز خب الو و علیکم سلام و رحمت الله صدای ما می رود البته من برنامه شما رو تماشا کردم و خواهر یا اپای برادر گم شده داشته است وایکر رو سیگاب خیلی دیلان و از همین شهر مسافرت برای کل آنهایی که برادر یا خواهر یا مادر خود را در این غریبی و مسافری از دست داده‌اند و همدردی خود را از اینجا برایشان بیان میکنم و برایشان و برای پدر و مادرشان صبر جمیل از خداوند خواهانم و برایشان میگم همدردی ما را از این شهر مسافرت قبول فرمایید و آن خواهری که نقل کرد که ما دادر یا برادر خود را در غریبی از دست داده ایم و دوستان آنها را که در راه میبینیم و خیلی مشتاق میشویم و خیلی ضیق میشویم راستی بار این چونین حالت یک دوستی من همسینف من هم از این شهر مسافرت چونکه برنامه شما هست که به سر آمدن به پا رفتن همچنین بود به یک گفته که از آشیانه گویا غلطیده باشد از 20 آشیانه به سر زده باشد به یک گفته که اون رو کشتن خلاص همچنین شد و وقت بله و وقتی که ما در همون جا بودیم وقتی در وطن بودیم و هر عید رمضان قربان خانه های همون همسینفان من که چند تاش از دنیا در این سین خوردی یعنی که ما حال جوانیم حال خوردیم علاکه اوجه 3-4 دوست و همسینف خود را گوییم به خاک سپاریدیم و 2 تا اون از همین مسافرت جنازه شو بردم این چند سال پیش بود
وقتی که ما خانه آنها می رفتیم و می خواستیم که دعا و درود در روز مبارک رمضان، عید رمضان و عید قربان گوییم و هر وقتی که می رفتیم و چنانه که این خواهر نقل کرد، من راستیگه به یک قلبی بسیار با رحم دارم، خود را داشتن آبی دیدم هم خیلی جاری شد. بسیار گفتی این خواهر همین خیلی بر ما واقعا همیشیدگی است. وقتی ما می رفتیم در عید رمضان قربان دعا و فاتحه کنیم چون که روحای آنها شاد باشند، می رفتیم باور کن مادرش یعنی هر یک همسیفای ما رو می گرفت، ما رو بوی می کشید، می گفت که بوی فرزندم، بوی جگر. من گیرده شد ساعت ها داشتم وقت دلبرداریش هم می کردیم. وقتی مادر نمی‌گفتیم قضای الهی است، قضای الهی است، خیر رفت. باور کن چند ایده که رفتیم دیگر من گفتم که دوستان گفتم بیا ما دیگر نمیریم چون که نمیتونستیم. وقتی مادر ما رو میدید برداشت نمیکرد و ما رو هر یکی ما رو یک آغوش میگرفت، بوی میکشید، میگفت هر وقتی شما رو میبینیم بوی میکشم، بوی فرزندم در مشام. ما وقتی خورد بودیم داییم هم با هم بودیم و هم سینفی را هم از سر گذرانده، ما یک پکلین بگیم یک هم سینفای دوست بودیم. وقتی ما دویم خانه همدیگر میرفتیم در ایدا و میگفت حالی فکر میکنم که فرزندی من قطار شما از در میبره، فرزندی من راستی بار هر یکی ما رو میکرد بوی میکرد، گیره میکرد، ساعت ها گیره میکرد و ما همین تسلیم گرفتیم که بیا دیگر نریم تا که ما بریم. خب همین گونه گریه مادر را میبینید، همان لحظه دیده ایستادن و نگریستن هنر است. سخت رقت آور. بله من تصور کردم البته. بسیار سخت است اپای عزیز، بسیار سخت است و ما تصمیم گرفتیم که دیگر نریم چون که وقتی که ما میریم درد مادر به حد زیاد میشه. وقتی ما رو میبیند به حد درد رنجش بسیار میشه. بیا ما یک تصمیم گرفتیم همراه دوستان همدیگران که و بیا ما خوبش در خانه دیگر دوستا که میرین در هر خانه در حق اون دوستا و برادرایی که از دنیا گذشتن، چون که مادری اون خودش بیچاره وجدانش جگرش ریش است، ما باز هم در بالای جگری چوک وای نمک میپوشیم. خوبش بهتر میشد که ما این تا 2 سال 3 سال است ما دیگر نمیریم، ما از همونجا میریم در قبرش دعا میکنیم. مقصد در بالای چه نه که ما نمیریم که مادری رنج داره باز هم رنجونتر کنیم. به حد سخت است و من با این خواهری که گفت از این شهر مسافرت در حق گذشتگانشان ما دست دعا هستیم که و همه بینندگان دعا کنن که خداوند هر یکی که اینها رفته اینها یک وای انشالله شهادت هم دارن. وقتی که کسی که در مسافرت از جان از پی رزق روزی حلال آمدن، آنها انشالله یک حکم شهیدی هم دارن، شهیدن انشالله. اگر در همین روزه نمازشان رو برپا داشته باشن، در راه حلال باشن، در رزق حلال باشن، انشالله اونها شهادتن، اونها شهیدن، چون که از پی رزق حلال آمدن، مهنت حلال کردن. و تمامی آنهایی که نزدیکان خود را فرزندان خود از دست دادن، خداوند جاشان جنت الفردوس گردانه. خداوند کل پدر و مادر و برادرهایی که نزدیکاشون از دست دادن، خداوند صبر جمیل عنایت بفرماید. و من در آخر صحبت میدونم که بسیار برادرها در خط علاقه هستن، صحبت رو دراز نمیکنم اپا جان و یک چی گفتنی هم که یک سخن اخیر دارم. وقتی که من این سخن من به رئیس جمهور است، رئیس جمهور و آنهایی که وظیفه دولتداری رو در دوش گرفتن، آنها یک روز قیامت آنها یک وضعیت وزبینه دارن که زیرا که ما یک روایت درست را میدونیم که وقتی که حضرت عمر رضی الله عنه در همین عهده‌داری دولت و چی را در دست داشت، وقتی که یک وظیفه بلند مثل اینها داشت، وقتی که از دنیا می رود پسرش در وقت نظم جان است، پسرش بالای سرش گره دارد و میگه پسرم گیره نکن. میگه چی با گیره میکنی؟ میگه گیره نکن، این مرگ است، میرود، همه میرود و گیره نکن. پسرم 3 روز بعد میگه من در خواب تو میدرایم، مرا تو در خواب خود میبینی. میگه پسرم ناراحت نباش. وقتی که پدر گسل میکند در خاک میسپارد، 12 سال ایبان میگذرد،
بعضی قول روایت ها 7 سال است، بعضی روایت ها 12 سال است. بعد در خواب فرزندش می‌دراید، فرزندش میگوید که در همین خواب که پدر تو وقتی که در نظم جهان بودی برای من تو که سخن دروغ نداشتی، تو که همیشه راست قلب بودی، راستگو بودی، سبب چی بود که من 12 سال پس یا 7 سال پس یا 12 سال پس من در خواب تو را دیدم؟ گفت پسرم وقتی که من در بالای همین مردم در تحت نظارت من بود، من یک وظیفه بلند خود که داشتم اینها رو در تحت نظارت بود، یک پول بود شکسته بود در فلان جای همون بگیم محلات، یک پول بود شکسته بود، همون پول قطعی مال مردم میگذشت می آمد. وقتی که میگه همون پول شکستگی بود، یک کپرو که بود بگیم یک مال مردم، یک مال در همون پای در همون شکستگی کپرو گذشت، میگه پای همون مال شکست، پای مال شکست. میگن من 12 سال است که در تحت همین سوال پروردگار گرفتارم که تو چرا در تحت این دولتداری بودی و کپرو که نگاه نکردی، پول نگاه نکردی، به اهمیتی کردی، این مال گذشت پا شکست. من 12 سال است میگه که نه همین سوال همین مالی که پا شکست، میگه من جواب دادم در تحت 12 سال. وقتی که این مردم میآید مظلومن در اینجا از بلندی میغلطن، پاش میشکند، وقتی که در چی مصیبت ها هستند، وقتی که پروردگار از یک مال پرسش کند، آیا از این قدر مردم مظلوم پرسش نمیکند روز قیامت؟ قیاس خوب. آی رئیس جمهور، من این دوست همان دوستی که کمبودی دوست خود در رو به رو میگوید همچون آینه، نه اون که شانه مثل دشمنا از پشت دنن. من به خاطر همون جان خودتان باشید، منافع جان خودتان باشید که روز قیامت این مردم مظلوم، این مردمی که در این قدر فشار، در این قدر تهدید، در این قدر غم، در این قدر، وقتی شما از این پرسش نمیشید، وقتی که از یک مال پرسش شوند، شما این در ذهنتان گیرید که روز قیامت در همه این جوابگو هستید. همه این یک به یک در نزد پروردگار اگر که شما ایمان به همون خدا دارید، وگرنه ایمان در روز قیامت ندارید، وگرنه ایمان به همون خدای یکتا ندارید، البته این سخن من برای شما نیست. سخن من برای همون پادشاهی هست که ایمان به روز قیامت دارد، ایمان به خدای یکتا دارد، ایمان دارد که روز قیامت خزانده می شود و از این ملت مظلوم پرسیده می شود. شما این سوالا، این چیزا رو در نزد خدا تیار کنید که خدا از شما پرسیده می شد. این مردمی که غلطیدن، مردمی رو که کشتن، در اینجا کشتن، همینا رو شما یک به یک جواب میدید. باقی در امان خدا باشید. اپا وقت بسیار نمیگیرم، بخشش خدا نگهبانتون. باز هم همه پرمضمون بودند، خیلی پرمضمون بودند، فقط زنگ که بسیار بود. من انتظار بودم که زنگ های دیگر رو هم قبول کرده باشم. میدونید شنوندگان عزیز، وقتی که شما بر دوستانتان، بر دیگرها میگویید پرنده های مهاجر را دیده، برنده گریهش آمد، در حق وفات کرده ها گپ زد، بعد یک زن حرف زد دادرش ففتیده بوده است، بر نفری دیگر مینداری کرد، همدردیش را ابراز کرد. نفری که تماشا نکرده است میخواهد او هم بیند. برای آنکه او هم خودی حاضر در پخش آنلاینی تماشا کند، شما باید چیکار کنید تا که همه را نقل کردن ننشینید؟ شما باید لایک را پخش کنید. لایک که هر قدر پخش شد، همین ویدیوی آنلاینی رفته ایستاده در مرز اولی شبکه یوتیوب میبراید و تماشابین بسیار میشد، همه تماشا میکنند. زنگ بهت بسیار است. الو، السلام علیکم. الو، السلام علیکم. و علیکم سلام خواهرکم. موضوع امروز را فهمیدم درباره مهاجری که می آید و چه گپ زنم با پا رفته من در هیجانم کمتر بخشش دیوم بار با شما تماس میگیرم. اون دفعه نتونستم اونقدر گپ زده، این دفعه که بسیار پرعلم است، برای که من خودم در مهاجری هستم، نه که فرزندی
پدر خودم رو خودم از همینجا برده هستم. فرزند رفت دیده دلها خراب شد، دل آب شد ریخت جگرها کباب شد. خواهر جان همین آب دیده هست که سرخ نیست، آب دیده شور است. انا همین آب دیده سرخ نباشد هم خون است، فقط این از دل نیو خون دل سرخ است. این از روح انسان از جان انسان میبراید، رنگ ندارد، شفاف است. روح شفاف که دیده نمی شود، آب دیده هم شفاف است اما خون است. درست من هر گویی که سر به بالین میمونم، اون روزایی که فرزند پدر من چخیل در بل نیسته بود، چخیل جان داد، حتی از اون 2 گوپک موندگی است، اون کودکای من خودم نگاه میکنم وزیر به اوده گرفتگیم نشانه های دادر نه وای خواهرم میشد 25 ساله بود، نه که حاضر فراموش کردن نمیتونم اون روز را که من همیجا مرده و گرفتگی بردگیم به تاجیکستان خودم. 2 فرزند میده که حال نمیدونن مادر او کیست، من رو مادر میگویم، اینه که به هر حال من فرزندای خودم 14 سال شد که تربیت دادم، مثال نتونستم برای که من در مهاجرتی قرار دارم، کار میکنم در اینجا. فرزندی میدکی خودم 1 ساله بود، حاضر 16 ساله شده است که من تو حال قطعی و یا یک جای زندگی کرده نمیتونم، به خاطر که کار میکنم پول روی میکنم و یا زندگی میکنم اینجا در اوچم نگاه میکنن مادرم. قلم میخواهم حاضر 2 فرزند خطیب میدکی من نمیتونم دست دهنم نمیگردد بزنم که این فرزندی من فرزندی خواهرم، نه که به هر حال میخواهم که خطیب و من بخشش کم در لحجه گپم دیگر خیلی میرود، نه که چه گپ زنم برای که میخواهم که اقلا هوایی من نگاه کنم، اقلا هوایی رو در آغوش گیرم، نگه زنین میکنم اوچه جان کای میبیوی، اوچه جان کای میبیوی میده که دخترچه هم گپ بزند، باور کنی خودم شب تا سحر گریه جواب میکنم. داده نمیشود همین مادر نمیداند در چی جواب خونه دهد. میروم، تو خونه میروم در گودک بریم گریه کردم میروم، سحر کار به بیام گریه کردم میبیام که تای روز شود که همراه فرزندو در چخیل شما هر پروگرام شما من چقدر انتظارم جدت میکنم که تای روز سه شنبه میشود رنگ یک آدم یک چیز جدت کردم و به طاقت میشود هم خیلی میشوم. بله من خودم هم یاد میکنم برنامه را. من هم چقدر انتظاری میکشم، نه که خیلی گپ زنم که هر بار شما گپ میزنه گیرد صندلی باشد همراه فرزندان، باور کنی هر یا همین سخن شما به من یک گریه میکنم ده هر روز شود من هم باشد آب خنک باشد. میفهمم. پیش از شما نفری گفت که هر یکی ما را بوی میکشید بوی فرزندش را حس میکرد. من هم مادر هستم، کودکی کسی را که بوی کنم بوی فرزند خودم میآید، دلم گم میزند و برای مادر بوی فرزند بوی بهشت برین، جنت را بوی کشیدگی برین سیر نمیشود مادر. شما را خوب درک میکنم. باور کنید چقدر این مشکل است که فرزند پدر خود را از دست میتی در این شهر مثال مهاجرتی و گرفتن بردن. من که زن بودم این حالت یک خودم تو تنها بودم در نمیدونستم چیکار کردنم، برای که توقع مرگ میرفتم ایس میرفتم اوس می اومدم یک خودم توقع بسیار کاری مشکل است. بسیار یک چیزی هست که من فکر میکنم که این موبایل با 4 سال گذشته است، در حال تو حال من فکر میکنم که وای این همین روز شده است، من همین روز آمده است، همین چیز من همین روز در پیش نظرم. چیکار کنیم؟ زمین آسمان بلند زمین پست، چیکار میکنیم؟ هیچ کار کرده از دست نمی بیاید. به هر حال رحمت به شما که پروگرام را شما موندگی این که ما مثال گپ یک درد دل ما گپ میزنم، یک چیزی میفهمم، خطی بزن گپ نزنم، یک چیزی میفهمم گوش میکنم، خیلی خودم رو با سبک میکنم، خیلی میکنم که رحمت به شما، رحمت به پدر و مادر شما که همین خیلی فرزندی با خوندگی و مثال گپ با آداب و مثال میفهمیدگی. رحمت به شما پجور. بسیار تشکر خواهرم.
خب همه ما را پدر و مادر یک است. من درد شما را خوب احساس کردم. در حقیقت 2 نفر زن، 2 نفر ضعیفه کارکنی رفتند و یکی از دنیا گذشتند. اکنون تصور کنید مرد نمیتواند از عهده فرستادن نفری از خواهر و دادرش از روسیه کاملا برآمده باشد. برای زن به حد دشوار است. ضعیفه بر دوشش بغیر از بار زندگی، بار فرزندانش، بار فرزند خواهرش که او را همچون فرزند خودش دوست داشته، باز بار مرگ خواهرش را، این همه اندوه را برداشته است. میگویند که عالم آب ویران کند، آدم غم ویران میکند. آدم از غم بسیار در حقیقت کاسته می شود، شکسته می شود. نفر دیگر زنگ میزند. مرحمت، قبول میکنیم. الو سلام علیکم. دختر عزیزم گپ زدن ممکنه؟ البته ممکن است. برادر جان میدانید من قبلا در السلام علیکم گفتم. در یک جا امروز خوندم که کسی که سلام میدهد 70 ثواب میگرفته است، کسی که علیک میگیرد 1 ثواب. امروز گفتم هر شنونده زنگ میزند السلام علیکم میگویم به خاطر ثواب. خب فرزند کلانی من 43 سال دارد. برای امام شما دخترم میگم خطا نمیکنم. البته همین هم سال بوده. بسیار مردای ما همین فقط زن بر این آدم روسی کرده گویم افسوزداد میکنن. نه که یک بار فهمن حال همون زنک چی است. زنکایی که مثلا بسیار روسیه میگوین، برای چی روسیه میگوین؟ وقتی که در وطن ما روز ما را گذراندن نمیتوانیم، باید ما یکون جا بیاییم و یک کار کنیم، روز ما را گذرانیم. برای همون مردکایی که همین زنا را آدما را میشنن و فقط دربارشون گپ دغل و رفتاری بد و همه خیلی من هم خیلی مردکا را مردک هم حساب نمیکنم. برای اون که بیچاره زنکا مجبور از همون تاجیکستان میسیزن میگن روسیه، اروپا، یک جایی که یک کار کند و یک مزد مهنت درست کرد و زندگیش پیش بره. برای من خیلی آدما را دستگیری کردن در کار، خرسند شدن در کار که در وطن مردم روزش گذرانده ایستاده است. مهنت حلال کرده ایستاده است. بله و این خیلی همین گپ دغل و رفتاری گپ بد زدن یا همه کاری آسان در یک جا چیسته. بعد زنکای ما را یک بار من در برآمده هم گفتم زنکای ما را حرکت کردن در کار که زنکا بس هوا شود. شما بر این درست گپ زده توانند. فقط زنکای ما خدا عمرشون دراز کند. مردکا این عیب مردکا است، عیب زنکا نه. برای اون که مردکا باید زنکا با بسیار اهمیت دهند که در اویله سنک بس هوا شود. برای اون که مردکا همه از خانه میبرون دیگه جا میروند، او زنی بیچاره هم تربیه خانه در بالای زنک میزنند. وقتی که زنک خودش دانشمند نباشد، خودش بسواد نباشد و چقدر فرزند میتواند دانشمند و بسواد چیز کند. من در یک جا اگر روسی کرده گویم ترین شده کار میکردم. یک 40 تا بچه ها رو جمع میکردم. گفتم که پدر مادری کدامت هر بگوی گردن نگاه میکند که تازه است یا نه. باور کنید فقط یک تا یا 2 تا میگم. سهر میگفتم وقتی برآمدن از خانه میگفت دندانت شو، سر روت شو، کوچه برآمده حقارت نکن، رفتاری بد نکن. باور کنید همون 40 کس یک تا یا 2 تا میگفت مادرم آخر پدر مادری کدامت مکتب میرد در یک هفته خلش یک بار میپرسد که همین فرزند من چخیر میخواند یا که مادری کدامت قطعی بگوهی 6 تا همراه تو درس تیار میکند. همش خب ما میخوایم که فرزندان ما دانشمند و بسواد و به عقل شوند. یکی یگان چیز صرف کرده هم خیر شود. این نمیشود. مثلا یک درخت عادی را میشناند و آب میگید این میشه که همون درخت شد یا که برای بعد یگان چی نمیگه میخوایم دانشمند و به عقل و به خرد شود. در یگان جا خیلی نمیشه. همین ایرانی ها را گیرید یا ترکو همه خیلی در فرزند برای و فرزند یک پول است. همه خیلی اهمیتی کلان میده. ترکو ما هیچی نمیگه غیر از حقارت، دغلی
رفتاری بد دیگه من یه چیز خصوصا در دوشنبه من عمرم همش در دوشنبه گذشته همون زنکار مناسبه که زنکه یا که پدر مادر همون فرزند که میدیدم و موی سرم میخید و خطی بعد پدر رو لعنت گفته میزنم اون خب یک چیز گفتم این سگه میزنی یا گو این فرزند آدم است این مناسبت آدمی کردن در کن برای همون دوام عمر نماینده اوست بسیار در وقت دنیا. من میخوام که این زنکام و مردکام و درست گپ زدن درست رفتار کردن نسبت فرزند است نسبت آدمای کوچه در دوشنبه دوره اتحاد شوروی ما عقارض نمیدید این بعدی این دموکراتی دولت آزاد ما فقط حقارت دغلی دیگه یگان چیز نمیبینه یا که ما تاجیکا برای حقارت دغلی تولد شدیم اگر هم خیر باشد گوید که ما برای دغلی و برای حقارت تولد شدگیم من گفتگیامو تمام کردم اگر یگان سوال من باشد مرحمت من گوش کردم بله بهترین حرفای پر محتوا نصیحت بودند برای نسل نورس اگرچه یک کمی از موضوع بیرون هم شدیم اما نادرست نبود عین مدعا هم بود اینجا لیون میدونی چیست شعر است به تاجیکی لیون میگویند روسالیف میگویند ظالم اول مردم را قشاق میکند بعد پراکنده میکند و به مشکل راهبری میکند نوشتند. خب اینجا خیلی ها پیام می نویسند و پیام هایشان را نخوانیم بعداً شکایت میکنند چرا پیام ما را در برنامه نخواندید گفته. خب آخر قانون همین خیلی است مردم با عقل را اداره کردن دشوار است برای همین هم یک ایسلندیا نام کشور هست ایسلندیا آیسلند میگویند مملکت یخها آنجا شرایط زندگی نبود یخ بسته است همگی 3 ماه که بهار می شود بزرگ آفتاب می براید باز یخ بسته در همان ایسلندیا گریزه های یک کشور رفتند کشور دموکراتی بنیاد کردند اولین رئیس جمهورشان اولین رئیس شهرشان جمهوری هم نبود شهر کوچک ساخته بودند چی بود کلون بود مسخره باز بود کسبش مسخره باز بود اما به هر حال از پرزیدنت مسخره باز دیده مسخره بازی پرزیدنت بهتر بوده است که توانست دولت داری کرده یعنی چیکار کرد دولت دموکراتی ساختند در همان 3 ماه بهار که کاملا یخ بسته است پرنیک ساخته گرمخانه پرنیک گویم شما تیستر میفهمید گرمخانه ساختند و گیزر میدونی چیست چی چشمه های جوشان هست که از داخل یخها میبرایند از حساب چشمه های جوشان آب گرم برآورده از آب گرمی بخار برآورده گرم خانه ها را گرم کردند به قوه برق به هیچ چیز گرم کردند و در آنجا بنان به وای رسانیده پرورش کرده هم خودشان را هم به کشور دیگر برآورده فروختند و صادرات کردند یعنی که و همین کشور ایسلندیا امروز علاقه بینید مجموعه محصولات داخله درآمد دولت مزد معاششان دولت پیشرفته است خیلی قشاق نیست همه جا مهاجر پهن نکرده است و از موضوع من هم بیرون برآمدم بیایید برای پاس خاطره مهاجران همگی یک برنامه بخشیده ایستاده‌ایم زنگ ها را قبول میکنیم شما هم از موضوع نبرایید شنوندگان عزیز ما 15 دقیقه فرصت مانده است زنگ دیگر را قبول میکنم الو خیلی گذاشتین الو سلام علیکم و علیکم سلام خواهر جانم گوش میکنیم گپ زنید السلام علیکم و رحمت الله برکاته و علیکم السلام سازن خوبه پجان البته شکر خداوند خواهر جان موضوع امروزه را میدونید میدونم ممکنه 5-10 دقیقه صحبت کنم البته اگر 5-10 دقیقه نه حرف دارید بفرمایید یکم بوریده زنگ میزنم من کم تا در هیجانم بخشش اگر یکم گپی خطا گویم اشکال ندارد خواهر جانم ما هم یک بار گپدان نشدیم
خیلی خطا میکردیم اول. ما هم 4 سال شد در همین غریبی هستیم. در بین همین 4 سال در بین با پاندمی شد که سالهای هم خیلی بر شد، نتونستیم رفته تاجیکستان. خب اپا مردنی رو رفت نتونستیم اپا جان دیده. بله اینش رو هم رها درک بسته میکنم. بود. بعدی بعد 6 ماه پس مادرم هم خیردنی رفت اپا جان. باز هم مناسب نشد که اقلا روی خونه کشان را دیده باشد. دردناک است اپا خواهر جان. جانم. یک معنی مثل من بسیار آدم هم خشیدن. برای وی میگم که تاجیکستان ما آباد میشد، تنجی میشد، همه جا کار پیدا میشد. هیچگاه غریبی سخت بوده خواهد اپا جون. بله همونوز در آوان مکتب خانه تاجیکستان هم آباد میشد، تنجی میشد، هیچگاه دور نمیشه. البته کی میخواهد که غریب شده در شهر بیگانه نان یافته بیاید، خویش و تبارد نباشد، یک سر درد کند پیش مادر جان رفته ارمان کردن نتوانی، آش به حد تلف خینده پخته ده به ملت غریبی اگر ده خورده اپا جون. نتوانی. بله همه که گفتنیم که خداوند همه را صبر ته و مملکتی ما را تنجی آبادی کنه اپا جانو. دمه صلح و صلاح شوه یا تنجی امانی شوه، سیری پری شوه. ما هم دعا گویم. من هم دعا میکنم. خواهر جان اپا نزدیکترین جان راه در از ما حق تا رفتگان انا همین راه دعا است. یگانه در حق کمک بچه های من هم دعا کنه، طالبین و خدایا علمش زیاد کنه، در راه اسلام خدمت کنه. کلی هم بینندگان میگم که در حق بچه من هم دعا کنه، طالبین من. البته خواهر جانم فرزند طالب علم داشته اید، خوشبخت هستید، یعنی رسالت انسانی خود را اجرا کردید. خب بهترین خواهر جان بهترین حرفا را زدید، دعا پرسیدید از ما، دعا پرسیدید، اما کم تا در هیجان بودم اپا جان. بله درک میکنم. بخشش اپا جان. خیلی خرسند شدم که هر بار شما را تماشا میکنم، خیلی خرسند میشم. تشکر اپا جان دوستت میدارم برای الله. خواهر من از برای خدا دوستی دوست هم که دارمت. مادرای ما زیاد شده و دین اسلام در قلب همه جای شده. الهه بله خداوند که صاحب قلب های ماست و البته قبول میکند. خواهر من از برای خدا دوست دارمت، در غایت درود و دعا دوست دارمت. من هم شنوندگان عزیز همه شما را دوست میدارم. همینجا تنظیمگری ما میگویند، کارگردان های ما میگویند که فرصت به آخر رسیده ایستاده است و زنگ دیگر قبول میکنیم یا نمیتوانیم. خب فرصت برنامه را باید به پایان رسانیم. جهت تکنیکی پیش آمده است اینجا. من باشم خیلی میخواستم با شما صحبت را ادامه داده باشم. یک بار دیگر برای پاس خاطره گذشتگان در راه غربت، در مهاجرت، برای نفرانی که داماد میشوم گفته جامدان پرلباس برداشته روسیه رفتند، پول کار کرده فرستادند، صندوق ها پر شد، جامعه ها خریده شد، مادر خواستگاری برآمد که از روسیه خبری مرده پسر آمد. برای آن نفرانی که شهید شدند از آشیانه های بلند افتاده، برای آن نفرانی که کشته شدند از دست ملتگرایان روس که نمیخواهند ملت غیر آمده در کشور آنها نان پیدا کند. آنها از خودشان میدانند تمام کره زمین را یا تمام کشور خودشان را. برای نفرانی که از بیماری فوتیدند، درمانگری نبود، درد پرسی نبود در کنارشان. نفرانی که شاید در همان تخانه های سرد روز در نهمیگری، بیماری، نفرانی که از کرونا فوتیدند، برای همهشان
آخرتی آباد داده باشد خداوند. و در همین لحظه میگویم ای مردم بیدار، پناهت به خدا. تا دیدن دیدار پناهت به خدا. آنهایی که گفتند نتوانستید زنگ ما را قبول کرده، البته شاید با مرور زمان یک بار دیگر همین موضوع را پیش میگیریم و با شما گفتگو میکنیم در همین موضوع، چون که میارزد که برای اون قهرمانانی که جان فدایی کردند در راه دریافت رزق و روزی اهل وطن برنامه های بسیاری بخشیده باشیم. واقعا خاطررسان میکنم برنامه من بعد در موضوع خدمت حربی یعنی ابلاغ، این هم وابسته بر مهاجرت است، خیلی وابسته است. در همین جا با شما خداحافظی میکنم، همتان را بر پناه خداوند کریم میسپارم. در پناه پاک یزدان کریم شاد باشید. ای عزیزان حلیم، نزدیکانتان را خداوند از شما دور نکند، رفتگانتان را آخرتی آباد داده باشد. با شبکه ما آبونه شوید، روزصحبت 200 میگویند آبونه شوید و برنامه های دیگری ما را هم البته پیگیری کنید. ما برای شما خدمت میکنیم و با خلق خدمت کردن برای ما افتخار هم هست. خیر. ای پرنده مهاجر، سفرت سلامت اما به کجا میری عزیزم؟ قفس تموم دنیا روی شاخه ها